از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: زیان و رنج شخصی راست که نام من نزد او ذکر شود و بر من صلوات نفرستد. زیان و ناکامی شخصی راست که ماه رمضان فرا رسد و سپریس شود و گناهان او مغفرت نشود. زیان و ناکامی شخصی راست که پدر و مادر پیرش را در حیاتشان دریابد و داخل بهشت نشود. روایت ترمذی و حاکم. شرح این حدیث: صلوات گفتن بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه ماه رمضان را با اخلاص داشتن و احترام پدر و مادر نمودن سبب داخل شدن به بهشت است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضمن این حدیث فرموده است: زیان و رنج دیده است کسی که نام محمد صلی الله علیه و سلم را در مجلس گفته شود و به او صلوات نفرستد. زیان و خسارت دیده است کسی که ماه رمضان را خوب و با طاعت و عبادت نگذراند و فرصتی به بهشت در آمدن را از دست دهد. زیان و خسارت دیده است کسی که پدر و مادر یا یکی از آنها را در حیات دریافته و دعای آنها را نگرفته داخل بهشت نشده. این فرصت ها خیلی خوب و مناسب برای به دست آوردن رضای پروردگار است. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيد الأولين